ارادت یه فورد تراک دیزل داریم F250 موتور 6 و 4 با کد خطای 2289 های پرشر سنسور. برای این ماشین اگه بخواین های پرشر سنسور رو عوض بکنیم بعد والو کاور رو باز کنید و سنسورش اینجا قرار داره. این میشه سنسورش. اولین کاری که باید بکنید اینه که اول این وایر کشیش رو چک بکنید که وایر کشی یه وقت قطعی نداشته باشه. دومین کار اینه که این سنسور رو عوض کنید و اگه درست نشد سومین کار که من ترجیح میدم همزمان با تعویض سنسور انجام بدم اینه که ببینیم انژکتورها لیک نداشته باشه، نشتی نداشته باشه، اورینگاشو سعی کنید عوض بکنید، هرچند که کار حالا زیاد ساده ای هم نیست. خواستم اینو باهاتون به اشتراک بذارم، شاید به درد کسی بخوره. فورد 2007 با کد خطای 2289 تعویض های پرشر سنسور. یه نکته دیگه هم که یادم رفت بهتون بگم اینه که وقتی که والو کاور رو باز کردین 100% این اورینگش رو عوض بکنین که نشتی نداشته باشین و اینکه به ندرت بعضی اوقات با این کد خطای 2289 یه ماژور اونجا مثلا من درش رو برم، یه ECU که مال قسمت همین سوخت و انژکتور است. معمولا خیلی کم به ندرت ممکنه ایراد از اونم باشه. ارادت.